خب همونجور که در جریانید، حدود 1 سال پیش من از مدرسه اخراج شدم. بهمن پارسال بود. به خاطر آهنگی که دانش آموزان توی کلاس خوندن من اخراج شدم، بدون اینکه نامه‌ای از اداره به من بزنم، بدون اینکه تماسی با من بگیرم، بدون اینکه تذکر بدم. مستقیما اخراج و خبر اخراج رو هم خودم از طریق فضای مجازی و اینستاگرام متوجه شدم. خلاصه با پادرمیونی مسئولین قرار شد که من یک سری چارچوب ها و ضوابطی رو عمل کنم توی کلاس و عذرخواهی کردم و برگشتم توی کلاس و عملا فکر کردم این ادامه داره دیگه. من برگشتم و دوباره دانش آموزا و اون رابطه صمیمی و فضای کلاس در اختیارم هست. اما دقیقاً 13 اسفند بود که من دوباره خواستم و به هم نامه لغو گزینش دادن. یعنی من دیگه اجازه تدریس توی هیچ مدرسه ای رو نداشتم. به عبارتی همون اخراج. حالا چون من معلم غیر دولتی بودم، لغو گزینش به معنای همون اخراجه. معلم‌های رسمی حکم اخراجشون میاد. لغو گزینش یعنی من اجازه تدریس و فعالیت توی مراکز غیر دولتی و مدارس غیر انتفاعی رو ندارم تو کل کشور و اون موقع من اجازه این که این خبر رو بدم نداشتم. اما این اخیراً دیدم که دوستان عزیز گفتن که ما اخطار دادیم، اخراج نبوده و اگر فیلمی با رضایت والدین باشه هیچ اشکالی نداره. همینجا من خواستم بهتون بگم که تمامی والدین دانش آموزای عزیز من همشون موافق بودن و یک دونه مخالفم نداشتم. همیشه پشتیبان من بودن و دوباره این خبر عوض شد که معلم ها حق ندارن از تصویر بچه ها استفاده کنن و حتی اگر خانواده ها بخوان رضایت داشته باشن. خب همینجا برای من سوال پیش اومده که اگر اخطار بوده پس نامه لغو گزینش شما برای چی بوده و اینکه چرا من نتونستم توی مدرسه تدریس کنم؟ مگه من عذرخواهی نکردم؟ مگه خودتون من رو برنگردوندین سر کلاس؟ بعد دوباره میایین با عکس من دانش آموزان خبر منتشر میکنین که اخطار نبوده، ما اخراج نکردیم. اگر اخراج نکردیم پس من چرا نمیتونم توی مدارس تدریس کنم؟ لطفاً و خواهشاً اخبار کذب رو پخش نکنید و باعث حاشیه نشین. من توی این 1 سال سرم تو کار خودم بوده، خواستم از حاشیه دور شم، راجع به این قضیه هیچ صحبتی نکردم و فعالیت آموزشی خودم رو به صورت شخصی ادامه دادم و خواستم توی همین مسیر آموزش بمونم که یه کمکی کرده باشم به بچه ها. به اندازه کافی دانش آموزا از فضای درس و مدرسه زده شدن. اینکه ما معلم ها بخوایم واسهشون ایجاد علاقه و انگیزه کنیم فکر نمی کنم چیز خیلی بدی باشه در چارچوب و ضوابطی که شما تعیین کردین. و نکته بعدی این که خواهشاً کلمه بلاگر رو کنار واژه مقدس معلم نذارید. من فکر میکنم جایگاه معلم خیلی والاتر از این حرفا باشه که شما میایید این کلمه بلاگر رو بهشون میچسبونید. من کلمه اینفلوئنسر رو انتخاب کردم. در رابطه با این قضیه هم صحبت کرده بودم. از همکاران عزیزم خواهش میکنم بیاین هممون نه معلم بلاگر رو انتشار بدیم. ما اینفلوئنسر آموزشی هستیم. اینفلوئنسر به معنی یک شخص تاثیرگذار. من معلم باید برای دانش آموزم چه از لحاظ درسی، چه از نظر شخصیتی، چه از نظر اخلاقی، چه از نظر انسانیت یک فرد تاثیرگذار باشم و تاثیر مثبت روی اونها داشته باشم، نه اینکه بلاگر باشم. این واژه رو کنار اسم معلم نذارید. ما بلاگر نیستیم. و نکته مهم بعدی که توی اخبارتون گفته بودین، اگر دانش آموزان از طریق فعالیت معلمان آسیب ببینن برخورد قانونی میکنیم. یعنی واقعا شما آسیب دانش آموزا براتون مهمه؟ اگر مهم بود که معلم رو وسط سال اخراج نمی کردیم. همه ما و خود شما بهتر میدونید که زمانی که سال تحصیلی یک معلم و شاگرداش آغاز میشه، یک رابطه عاطفی بین معلم و شاگرد برقرار میشه، چه از نظر درسی باشه، از هر نظر دانش آموز به معلم وابسته میشه و معلم مثل مادر دوم میمونه برای شاگرداش. و زمانی که شما میای معلم رو وسط سال اخراج میکنی، به فکر آسیب و روحی روانی که ممکنه به معلم و دانش آموز بزنید نیستید. معلم به کنار، اون آسیبی که دانش آموز میبینه برای شما مهم نیست و اون وقت میایین از آسیب حرف میزنید.
به نظر من یک کمی طرز تفکرتون رو تغییر بدید. زمانی که شما دانش آموزا رو به بهونه‌های مختلف واسه مناسبت‌ها و جشن‌های مختلف به هر بهونه‌ای میبرین و ازشون فیلم و عکس میگیرین، برای خود شما هیچ مشکلی نداره، پیگرد قانونی نداره. برای معلمی که میخواد یه فضای شاد تو کلاسش با دانش آموزاش ایجاد کنه، حالا یه عکسی بگیره، یه فیلمی بگیره، پیگرد قانونی داره. من که لغو گزینه شدم و دیگه اجازه تدریس توی کلاس و فضای مدرسه رو ندارم. اما شما خواهشاً با معلمان خوب تا کنین، برای اینکه آینده بچه‌های این کشور خیلی به معلمان نیازمند و وابسته است. حقوق معلمان که هرچی ازش بگم کم گفتم، به اندازه کافی از شرایط و وضع اقتصادی معلمان هرچی بگیم کمه. شما یکم با معلمایی که الان هستن خوب تا کنید، حداقل هوای اونا رو داشته باشید. مرسی.